برای اینکه خدای نکرده حتی یک جادوگر ما دوست داریم از ما ناراحت باشه، من خودم یه جادو اجازه بدید انجام بدم در حضور شما و دوربین ها. وسیله جادو هم همراهم هست. اینو بعد جادو بزنم میارم ببرم. ببینید دوستان اینجا لطفاً یه کارت هم نخوره که بیننده ها به ما اعتماد داشته باشن. یک چیز هست، یک چیز، هر چیز، نه چشمنده نه شعبده. اینو میذارم پشت گردنم. ببینید دوستان این الان رفت پشت گردن من، درسته؟ آره اینجاه. سلام. حالتون چطوره؟ عالی. تو چطوری؟ چرا عالی؟ دوم نشدیم مگه؟ با من و مجید دوم شده بودیم تا یه سال هر کی میگفت حالتون چطوری میگفتیم نفسی میاد و میره. بعد بهت گفتن چیزی از ارزشات کم نشده؟ جورجینا مادر بچهای رونالدو همسرش نیست، فقط مادر بچه‌هاش. یعنی یه وقتون خیلی پیامک دادن اینجا. گفته که روزی که رفتم سونوگرافی دیدم که بچه رونالدو رو باردارم بهترین روز زندگیم بود. حقم داریم، منم اگه بچه رونالدو رو باردار بودم میخه تو خودت بچه رونالدو داشتی بهترین روز زندگی نبود؟ تو شما نه من طرفدار مسی ام. یعنی الان تنها مشکلی که تو طرفدار مسی. اوکی تو برو بچه مسی رو بده. تو بچه مسی رو بده بیا ما بچه رونالدو رو ببینیم کی خوشبخت‌تره. حق داری خانم جورجینا. بله بچه رونالدو. گفت ببین من که تو بانک و اینا بازنشست شدم، تهرانم دیگه دوست ندارم، من همینجا میمونم. گفتم خب الان من رفتم خونه بگم بابا چیکار میخواد بکنه؟ گفت بگو من مرد ماهیگیرم، من مرد ماهیگیرم، من مرد ماهیگیرم. پیج فیفا صحنه لای زدن وحید امیری به پیکه همسر شکیرا رو که اصلا نیاز نبود اینو بگم. پیج فیفا اومده صحنه لای زدن وحید امیری به پیکه رو در جام جهانی قبلی با آهنگ مهره مار داری تو دلبری پست کرده. ولی آقا شما الان ترند ترین آهنگ ما رو برداشتی اوکی، ولی میدونی این اصلا چیه؟ ما خودمون تو کشور خودمون داریم تلاش میکنیم که اینو اصلا درست نیست، هرچی میشه پسری که فلان فلان، پسری که فلان. ما چیکار کنیم که نریم تو اون دسته؟